راز اینا. با اینکه طبق گفته یکی از عزیزان کارتون خوابی نوعی سبک زندگی است، ولی در اعماق جامعه کارتون خوابهای دیگری هستند با ماجراهایی که برای شما هم اتفاق افتاد. برای شما هم اتفاق افتاده. دهنتو ببند، دیر اومدی نخوا زود برو. پول مردم کجاست؟ تو جیبشونه. تازه اینقدر اوضاع مالیشون خوبه به خاطر خوردن یه بستنی ساده پا میشن میرن شمال. وضع همه عالیه، شک نکن. هرچی دلار دارید بفروشید هویج بخرید. الان سود توی هویجه. هویج مردم تا الان کلی سود بردن، مثل پیاز لایه و میلیاردی، با این تفاوت که لایه های سود مردم مثل پیاز بو نداشته، فقط سود داشته. شک نکن. راست میگه داداش، مثل من ماشینم فروختم 28 میلیون سکه خریدم. موقع که خواستم سکه رو بفروشم شده بود 14 میلیون. دوباره رفتم ماشین خودم بخرم شده بود 35 میلیون. حالا اینو خریدم دیگه مجبور نیستم بزنه 3 تومانی بزنم داداش. الانم که کلی شدم. شک نکن. کاکو نگون براتون از شرکت‌های رمی که به جای فشار رو به فقر مردم به جای فشار آوردن که قابل پخش نیست. مردمم که در اوج سود بار خودشون بستن. شک نکن. اما موقع دلار نازنازی اومد داخل بازی و مردم پول رو پول گذاشتن و بالشتاشو از شدت اندوخته ترکید. من همین راست میگم. شک نکن. مردم که خوشی ول کنشون نبود با بوس رو بوسی کردن و از همون موقع پارو گرون شد، چون با وسیله دیگه ای نمیتونستن پولاشون رو پارو کنن. من نباخ هرچی دلار دارید بفروشید هویج بخرید. الان سود توی هویجه. خلاصه یه جارو برقی توی جیب ملت کار گذاشتن و هر بار به یه بهانه جیبشون رو خالی کردن، فقط به خاطر اینکه نگران بودن ملت پولشون رو گم نکنن. نگران بودن. شک نکن. من که میگم قرون با گنجی پرو پیمونش اگه الان زنده بود کلی مالش میداد گلی بود. عاقبتش میشد که تو محله توخ چوری 5 تومانی میفروخت. هر دفعه واسه واریزی یاران ذوق مرگ میشد. شک نکن. بار امانت برده شد، حقی به ناحق خورده شد، کی خاطری آزاد. نمیدونم، شاید مقصر اصلی خودمونیم، چون دست به کارایی میزنیم که توش تخصص نداریم. البته بهمون حق بدین. وقتی میبینیم پولامون بیارزشتر از قبل میشه پس به ناچار دست به هر کاری میزنیم تا از قافله زندگی جا نمونیم. ولی اینو بدونید مسبب تمام این آزار و اذیت‌ها بالاخره تقاص تمام کارهاشو پس میده، چون چوب خدا هم بی صداست هم دردش میده. وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم. به امید روزای خوب پر از انرژی و حال خوب. به امید روزی که وجدان خواب اونایی که باید بیدار بشه و حق به حقدار برسه. چه فرمایید وجدان چیه؟ هیچی ظاهرا شما نمیدونید با اجازه. نه من مگه نگفتم هرچی دلار داره بفروشید هویج بخرید. الان سود تو هویجه. تو مطمئنی؟ پرسیدن نداره زود باش بریم. در ضمن تا اطلاع ثانوی خرگوش سلطان جنگل. شک نکن.